الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعمة الجمعة نعمة عبادات إن نعمة فرائضا ولنعمة ونعمة التوفيق نعمة هدايات نعمة حضور در جمعه ونعمة حضور در اول وقت شما عزیزانی که اول وقت تشریف می آورید و حضور خود را ثبت می نمایید اگر بقیه می دانستند که چقدر خیر و برکت و سعادت و رضایت الهی و ثواب و اجر در این زود آمدن هست اونا نوبت را به شما نمی دادند قبل از شما می آمدند ولی الله تعالی ثوابها را اجرها را پشت پرده ها پنهان کرده است یقین لازمه ایمان لازمه باور لازمه الله تعالی قبول بفرماید و توفیق را مزید بگرداند ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بر هر توفیق انسان شکر کند و از الله تعالی توفیق مزید را مسئلت نماید از اینجا رشد حاصل می شود ترقی پیش می آید سروران عزیز از صحبت های برادر عزیزمون مولانا عثمانی استفاده کردی در زمینه
معاملات بیشتر و دینداری واقعی در معاملات چطور باشد. آیاتی که بنده خواندم هم در همین انشاءالله ضمن و در همین حول و حوش خواهد بود مطلبش. الله تعالی توفیق بدهد که به صحبت‌های گفته شده عمل بشود و آنچه را که رضای اوست الله تعالی بر زبان بیاورد و در عمل الله تعالی جاری بگرداند. ولا حول ولا قوة الا بالله. الله تعالی می فرماید در آیه‌ای که خواندم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمانداران. سوره آل عمران بود این آیه. ای ایمانداران اتقوا الله، از الله بترسید. اتقوا الله، پروا کنید. اتقوا الله، الله را مد نظر قرار بدهید، حساب ببرید. حق تقاته، چنان که ترسیدن، حق ترسیدن از الله است. شما ببینید چقدر از یک مافوقی که هم جنس شماست، بشر، انسانه، ولی شما او را از خود بزرگتر میدانید. پدر بزرگه، رئیس یک اداره، مسئول یک منطقه، پلیس راه، افسر، سرهنگ سروان، چقدر موافقش میدونید و میدانید که او دارد میبیند، نظارت میکند. چقدر مواظب حرکاتتون، چقدر مواظب گفتارهایتون، چقدر مواظب کردارهایتون هستید. او الله، او خالقه، الله مالکه، الله بزرگه، الله علیم میبیند، الله سمیع میشنود، الله بصیر میبیند، الله علیم میداند. فکر کنید چقدر باید از الله حساب ببرید، چقدر باید از الله بیم داشته باشید و چقدر باید برای رضایت الله بکوشید و چقدر باید پروا کنید. و الله اتقوا الله حق تقاته. ابن مسعود رضی الله عنه فرمودند حق تقوا این است که ان یشکر ولا یکفر، نعمتهای او مدام جلوی ما مجسم باشند و کفران او، ناسپاسی او صورت نگیرد. قدم قدم نعمت، جلو نعمت، عقب نعمت، بالا نعمت، پایین نعمت. انسان در محاصره نعمت هست، غرق در نعمت هست. یذکر ولا ینسا، و مدام بنده بیاد الله باشد، فراموش نکند الله را، مالک خود را، خالق خود را. لحظه لحظه انسان به الله نیاز دارد، به الطاف الله، به نصرت الله، به ستاری الله، به رهنمایی الله. پس الله یاد بشه، این ذات فراموش نشود. و سومین فرمود ان یطاع ولا یعصی، این رب بزرگ، این الله بزرگ، این خالق عظیم اطاعت و فرمان برداری بشود، نافرمانی او روا نیست. اونایی که پدرند نگاه کنند چه انتظاری از فرزندانشون دارند. اونایی که مافوق یک اداره هستند یک کمی فکر کنند از ماتاتشون چه انتظاری دارند. اونایی که سن و سالشون بزرگتره و نوعی احسان، یک بار احسانی به یکی کردن، یه بار لقمه نانی دادن، یه بار او را دعوت کردن،
یه بار کارش مشکلش حل کردن، راه انداختن، چه انتظاری از طرف دیگر دارن؟ الله چقدر بزرگه. اینه که فرمود یذکر ولا ینسا، یشکر ولا یکفر، یطاع ولا یعصا، نافرمانیش نشه. این از حق تقوا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مواظب باشید، مرگ در اختیارتون نیست، تاریخش مشخص نیست، ولی طوری نباشه که مرگ آمد و شما مبتلای گناه هستید و ربتون ناراضه، رب را ناسپاسی کردید. مبادا طبق اون تفسیر حضرت عبدالله بن مسعود، رب را ناسپاسی در حالت نسیان و فراموشی از دنیا برید، در حالت گناه برید، در حالت ناسپاسی بروید. نعمتهایی هست که شکرش نکردید و الله را یاد نکردید خوب و در گناه مبتلا بودید و با آلودگی و با گناه و شرمساری از دنیا بروید. اینجور نباشد بندگانم. مؤمنین مواظب باشید. شما هر که هستید، در هر حالی هستید، در هر جایی هستید، مواظبتون باشید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مگر در حالی که مسلمانید، مطیعید، فرمان بردارید. و در آیه که از سوره بقره تلاوت شد، اون آیه هم عجیبه، دقت کنید. الله تعالی در این وقت کوتاه مفهوم این آیه را بر دل ما بنشاند. می‌فرماید ای ایمانداران، بعدم توصیه مشابه، ای ایمانداران، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ایمان داران، شما ایمان دارید به الله. اینم الطاف الهیه که یعنی ما را ایماندار خطاب میکنه. این خطاب خاصه. بعضی از خطابهای قرآن یا ایها الکافرون، ای کافران، بعضی یا ایها الناس، ای مردمان. وقتی الله میگوید یا ایها الذین آمنو، الله به ما ارج نهاد، ایمان ما را قبول داره. ای بندگان، شما انتظار هست، شما وظیفه‌ای دارید، شما مسئولیتی دارید، شما با دیگران تفاوت دارید، فرق میکنید. ادخلوا فی السلم کافة، شما کاملا در اسلام داخل شوید. این دو معنی داره این آیه. یه معنی اینه همگیتون مسلمان شوید، و یک آیه اینه ادخلوا فی السلم، یعنی همه تن داخل اسلام شوید. این دقت کنید جمله همه تن اسلام را بپذیرید. یکی معنی همگیتون اسلام را بپذیرید، یکی اینه که همه تن یعنی چی؟ یعنی تمام اسلام را قبول کنید، مسلمان واقعی باشید. دقت کنید، مسلمان کامل باشید، مسلمان ناقص نباشید، مسلمان واقعی، نه مسلمان اسمی، نه مسلمان رسمی و اسمی فقط، نه مسلمان موقت، مسلمان دائمی، مسلمان واقعی، مسلمان راستین، مسلمان جدی، مسلمان ناقص نه، مسلمان جزئی نه، مسلمان اسمی نه. این ارزش ندارد. ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال گامهای شیطان ما باشید. شما دشمنی داری، میدونید اون چه نیرویی که شما را باز می‌دارد از مسلمان واقعی بودن؟ او اسم شیطانه، او ابلیسه،
او دشمن قسم خورده شماست، او دشمن پدر شما آدمه. او نمیگذارد شما مسلمان واقعی بشید. شما چاره چیست؟ چاره اینه که او را نافرمانی کنید. او خدایتون نیست، او هیچ احسانی بر شما نکرده. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست. جایی میفرماد فاتخذوه عدوا، دشمنی او را جدی بگیرید. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. او تلاشش این است که گروه درست کند و گروه خود را جهنمی بگرداند. او میخواد شما را علیاذ بالله رسوا ببینه. او میخواد شما را بی ستر کنه. او میخواد شما را از الله دور کند. او میخواد شما را دروغگو کند. او شما را میخواد یک مسلمان قلابی اسمی فقط ببیند. ولی شما مسلمان واقعی باشید، راه شیطان مروید، راه الله، راه رسول الله، راه پاکان را اختیار کنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. او دشمن آشکارای شماست. اسلام کامل. شما سروران عزیز، این مثال عرض میکنم خاطرتون بمونه. شما نگاه کنید، هر چیز زیباییش به کمالشه. شما یه لباسی بپوشید، ولی اگر یک آستین کتی بپوشید خیلی زیبایی، ولی یک آستین نداره، آستینش پاره کنید، چقدر بدنمایی، چقدر بدقواره این. شما خانه ای بسازید، یه طرفش کج و کوج باشه، از نظر مهندسی مشکل داره، ستونهاش کجه، هر کسی میاد ایراد میگیره، میگه خیلی بد جوره این، که بد نمایه. که حتی مناره مسجدی بسازی اگر خوب نیست بد نما میشه. اون ماشینی دارید یه چرخ نداره، اون بد نمای خوب راه هم نمیره. خطر تصادف اگر یکی لاستیکش باد کم داره هم مشکله. هر چیز زیباییش به کمالشه، کامل باشه اجزایش، ستونهای خانه، دیوارهایش، سقفش، درش، دیوارش، رنگش، روغنش، حیاتش، خشتهایش، همه چیزش، آشپزخانهش، کابینتش، همش باید درست باشه. اون وقت زیبا معلوم میشه. عجیبه که ما میخواییم لباس زیبایی داشته باشیم، خونه زیبایی داشته باشیم، ماشینمون هم زیبا باشه، غبار نده باشه برون، میبریمش کارواش که مشکلی داره. ولی دین را میخواییم ناقص داشته باشیم. ما راضیم چرا به یک دین ناقص؟ حضرت مولانا عبدالعزیز را الله تعالی درجات بلند فرماید، رحمت را بر او بباراند. هنوز ما طلبه هم نبودیم ولی از رادیو شنیدم این جمله شا، و در روستای ما تکرار میکردن، تا زنان تکرار میکردن. مرمون ملا هست و ملا نما هست، مسلمان هست و ملا مسلمان نما هست. یکی مسلمان نما، یکی مسلمان واقعی، یکی ملای عالم واقعی، یکی عالم نماه. این مصیبته. اسلام ما زیبا بشه، اسلام ما رونق داشته باشه، اسلام ما جمال داشته باشه، تا دیگران ببینن هم کیف کنن. سروران عزیز، امروز اسلام ما در نظر بسیاری از غیر مسلمان جمال نداره. چرا؟ اسلام زیباست، ما مسلمانان ناقصیم، ما مسلمانان واقعی نیستیم. امروز جامعه ما به عالم واقعی نیاز داره. تودهای ما مسلمان واقعی باشند، عالمان ما مسلمان واقعی، دانشگاهیان ما مسلمان واقعی، دانشجویان ما مسلمان واقعی، مسئولین ما مسلمان واقعی، کشور ما مسلمان واقعی اگر باشه، کشورهای اسلامی واقعا
اسلام واقعی را اجرا کنند. این خودش مسلمان را عزت میدهد، عزت در اسلام واقعی. دقت کنید این تعبیرها را. نصرت مدد الله با اسلام واقعی است، برکت ها با اسلام واقعی است، راحت ها هم در اسلام واقعی است. اسلام کامل. شما پیش پزشکی بروید، او یه نسخه تجویز کند، تشخیص پزشک خوب، تجویز پزشک خوب، ولی نسخهش یکی آمپولی داره، یه جاش فیزیوتراپی نوشته، یه جا قرصی داره، یه جا شربتی داره، ولی طعمش تلخه. میگه این نمیخورم، این تلخه، این آمپول این درد داره. یادم میشه این مرتبه پزشکی طبیبی برای من داروی تجویز کرده بود، همونجا گفتم که این تلخه. جمله ای گفت که من خانه شدم و شرمنده هم شدم جلوش. گفت شما را خواستید، اونجا من تشخیص دادم، حالا دارو تلخه. اگر از بیماری بدت می آید باید از داروی تلخ خوشت بیاید، و اگر از دارو بدت می آید باید با بیماری بسازی و خوشت بیاد. پس من چرا خواستی؟ واقعا من جوابی نداشتم. پزشک انتظارش اینه که شما دارو را خوب کامل مصرف کنید. عزیزان، اسلام کامل چیه؟ این عرض میکنم. ادخلوا فی السلم کافه، بخشی اونه که عزیزمون بیان فرمود. اما اسلام کامل امروز خدمت شما در این فرصت بگیم که اسلام کامل اینه. چند شاخص اصلی اسلام، نخستش عقاید هستند. عقاید، اعتقادات ما اسلامی کامل قرآنی باشند، طبق سنت پیغمبر باشند، طبق حدیث رسول الله باشند، مانند اعتقاد صحابه باشند، مانند اعتقاد انبیا باشند. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اینا که ادعای ایمان میکنند مانند شما ایمان میآورند، ای اصحاب پیغمبر اون وقت هدایت شده اند. ادعا کافی نیست، شهود لازمه، گواه لازمه، عمل ما باید گواه باشه. تو اعتقاد کی سالم میشه؟ زمانی که توش آمیزش کفر نباشه، آمیختگی شرک نباشه، توش نفاق نباشه. این سه تا چیز ضد اسلام واقعی هستند: نفاق، کفر، شرک. و ما یؤمن بالله اکثرهم الا وهم مشرکون. قرآن میگه خیلی ها دم از اسلام و ایمان میزنن ولی شرک تو اعتقاداتشون هست، نفاق هست، کفر دون کفر درجه 2 هست اگر کفر اول نیست. خب این خودش یک موضوع. 2 عبادات اربعه ما داریم: نماز، روزه، حج، زکات. عبادات باید درست انجام بگیرن. تو عبادات جمال کی می آید؟ زیبایی کی می آید تو عبادات؟ که در عبادات ما ریا نباشه و یعنی اخلاص باشه، ریا نباشه و طبق سنت انجام بگیرن، آمیختگی بدعات نباشه. و نه انسانی از خیرات میکند ولی با بدعت انجام میده. بدعات چیزایی هستند که خدا نگفته ثوابه، پیغمبر نگفته، علما تایید نکردن، رسمه. خب عبادت این مثال میکنم. عبادات اگر طبق دستور الله و سنت پیغمبر نباشن قبول نیست. مثلا نماز 3 رکعته، از مغرب یکی میگه من 4 میخونم، من توانایی دارم. و نمیشه 4 دیگه، باید این 3 بشه. یکی میگه فرض خیلی ثواب داره، صبح من 5 رکعت میخونم. از طرف خود درست مکن. صلوا کما رأیتمونی اصلی. حضرت رسول فرمود چنان نماز بخونید که مرا دیدید نماز بخونم. وقتی یه چیز خدا نگفته ثوابه، پیغمبر نگفته، یه رسم از طرف خود درست کنیم، یه رسم ماتم از طرف خود درست بکنیم، یه رسم پرسه از طرف خود بسازیم و در آن ثواب بدونیم، یه رسم خیرات از طرف خود بسازیم و در آن ثواب بدونیم. که نشد.
و طبق سنت بشه. پیغمبر در حج فرمود خذوا عنی مناسککم، خود سرانه کار نکنید، عبادات را از من یاد بگیرید. تمام عبادت ها اینجوری بشه و با اخلاص بشه و با خشوع بشه. و ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، چنان الله را بندگی کن گویا در حضور او هستی و او را میبینی، ورنه حداقل این تصور دوم باشه که پر من در محضر الله هم و الله مرا میبیند. درودی بخونه. موضوع دامنه داریه ولی ملخصش باید همیشه در ذهن ما باشه. اما سومین نمونه که عزیزمون اشاره فرمودند و بیان کردند، معاملات ما اسلامی باشه. اسلام کامل یکی عبادت میکنه ماشاءالله، در نماز تهجد میکنه، اشراقش قضا نمیشه، ولی معاملات نداره. معاملات داد و ستد، خرید و فروش، کم فروشی میکنه، تطفیف در کل، معامله. کارگره 8 ساعت باید کار بکنه، این اگر 1 دقیقه همین وقتش فروخته در مقابل مزدی که میگیره. معلمه، مدرسه ها دارن باز میشن، معلمین عزیز، آموزگاران، فرهنگیان، اساتید دانشگاه، علما، مدرسین، ببینیم ما وقت را فروختیم در مقابل او، کمی یا زیاده معاهده شده. لذا اگر 1 ساعت تأخیر کردیم، 5 دقیقه تأخیر، نه 1 دقیقه تأخیر کردیم، مزد کامل گرفتیم، حرام خوردیم، حرام خوراندیم به بچه خودمون، با حرام افطار کردیم، حرام سحری خوردیم. اگر لباس درست کردیم با همون حقوق، حرام، لباس حرامه. و پیغمبر فرمود کسی به 10 درهم لباس خریده، 9ش حلاله، 1ش حرامه، لم تقبل صلاتو، نمازش قبول نمی شود. دین معاملاته، داد و ستد. تو معاملات ربا نباشه، سود نباشه. بانک‌های ما باید اصلاح بشن. خود علمای شیعه ما، مراجع شیعه ما هم بسیاری از روش‌های بانکی را قبول ندارن. ما کشورمون اسلامی باید اصلاح کنیم. احتکار نباشه، عیبی در کالا هست باید گفته بشه. پیغمبر خدا آمد صلی الله علیه و سلم، دید خرمنی هست، نگاه کرد زیرش تر بود، فرمود که اینجوریه که بعد پیغمبر فرمود من غشنا فلیس منا، کسی تقلب کند از ما نیست. بنگاهی ماشین داره میفروشه، ماشینش رنگ خورده عیب داره نمیگوید، ظاهر نمی کند، حرام میفروشد، حرام میدهد. معاملات ما اسلامی و بازارهای ما اسلامی باشه، توش دروغ نباشه، حق بازی نباشه، کلاه بر سر کسی نگذاریم. معاملات وعده کردیم، وعده را خلاف نکنیم. جنسی میفروشیم، امانت را خیانت نکنیم. این است معاملات ما اسلامی باشه. عزیزان گرامی، اگر معاملات ما اسلامی نبودند، حرام در درآمد ما حرام می آید، سرمایه ما حرام جمع می شود و ما مرتکب ظلم می شویم. خب این موضوع را عزیزم بیان کردن دعا. اما سوم چیه؟ سوم همی بود دیگه، معاملات. چهارم چیه؟ معاشرت ما اسلامی باشه. معاشرت یعنی چی؟ یعنی ما با کی داریم زندگی میکنیم؟ بله، در خانه زن و شوهران، پدران و فرزندانن، حقوق دارن نسبت به یکدیگر. دین کامل میگه این حقوق را ادا کنید. پدر تو مسئولیت داری تربیت دینیشون را، تربیت اخلاقیشون را، تربیت علمیشون را بر عهده گرفتید. بچه کجا درس میخونه؟ با کی داره میگرده؟ این فرد این بچه چرا معتاد میشن؟ پدر خبر نداره، خود را فقط نان آور خانواده میداند، اصلا به فکر نیست که این فرزند مدرسه با کی می رود، با کی می گردد، تو کیفش چاقو هست یا چی هست، دفتر هست، تمرین انجام داده یا نه، معلم کمکاری کرده یا نه. با معلمش تماس داشته باشه. حق بچه با معلم بچه تماس داشته باشید. اگر فرزند شما، برادرزاده شما دانشجوه، حداقل با رئیس دانشگاه، با استاد دانشگاه 1 بار ملاقات کردی که بچه ما درس میخونه یا نه؟ ما همینجا خودمون عزیزی داشتیم، دانشگاه میگم میرفت میامد، بعد معلوم شد نمرهش پایینه.
واقعا از خودمون پرسیدیم، خودمون محکوم کردیم که ما یه بار نرفتیم پیش استاد دانشگاه، پیش معلم رفتید شما؟ این حق داره این بچه. به مواظب نماز شما باشید، پدر مادر شما باشید، مواظب نمازش، مواظب درسش، مواظب اخلاقش، مواظب نشست و برخاستش. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. این بچه حق داره. فقط شما میایید میقرانید، مینوشانید، میپوشانید، این بچه معتاد میشه، درد سری براش من بشه. و این بچه را حلال بخورانید، حرامش بخورانید، بعد یه درد سر دیگری میشه این بچه برایتون. همینجور حق زن، این زن رسول اعظم فرمودن زنان اسیر خونهتون هستند، حقشون ادا کنید و زنان حق شوهران را ادا کنند. پدر حق داره، مادر حق داره. این معاشره، ادای این حقوق، حفظ حدود، این از اسلام کامل. همسایه حق داره. پیغمبر فرمود شما میخورید، میآشامید، سیرید، همسایه در کنار شما گرسنه، از بوی کباب شما، از دود کباب شما آزار میبینه. شما چطور مسلمانید؟ لا یؤمن احدکم وهو شبعان و جاره بجنبه جائع. فرمود الا من لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن. 3 بار پیغمبر فرمود مؤمن نیست، یعنی مؤمن کامل نیست، مؤمن ناقصه. نه، مؤمن کامل نیست، مؤمن کامل نیست. گفتن یا رسول الله من کی؟ فرمود الذی لا یامن جاره بوایقه، اون که همسایش از دست و آذرش مسئولیت ندارد. دختر همسایه از دست پسر این انسان ناجنس سلامت نیست، باش تماس برقرار میکنه، تماس نامشروع، تلفن مزاحمه. ایمن نیست. این چطور مسلمانیه؟ و اذیت و آزار میرساند. حالا اذیت و آزار شکل مختلفی داره، کدومشه بگیم؟ بالاخره المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان واقعی کسی است که دیگران از دستش، از زبانش آسوده باشند، در سلامتی به سر ببرند. مسلمان یعنی هر جا بشه راحت رسانه. اگر همسایه کافره، اگر همسایه نامسلمانه، مشرکه، ولی حق دارد. سیک حق داره، نه که کافر حقش ضایع کنیم. اگر مریض شد عیادتش کنیم. اصلا در شهرها همسایگی اصلا معنی نداره. همسایه فوت میشه، جنازهش کسی نمیره. حدیثی میگفت همین هفته گذشته گفت یکی فوت کرده و ما بودیم در جنازهش، همسرش فوت کرده و دیدیم اونجا افراد خیلی کمن. این بگه فامیل نداشته، این بگه همسایه نداشته، این بگه دوستانی نداشته. این حقن، این حقوقم بر دل او چی میاد؟ او از کی گلایه بکنه؟ حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای عیادت یک نوجوان یهودی رفت. یهود بدترین دشمن اسلامه. اشد الناس عداوة یهودند، قرآن میگوید. ولی پیغمبر فرمود یه جوان یهودی اینجا ما میدیدیمش گاهی کجایی نمیبینیمش. گفتن یا رسول الله اون مریضه. فرمود زود صحابه برخیزید بریم ملاقاتش. نفرمود خونه یهود نجسه. این اسلام، زیبایی اسلام. بگذار بمیره. رفت، میدونست فرزند کیه، میدونست خاندانش چیه. رفت پیغمبر خدا عیادت کرد. شما چقدر به عیادت مریض رفتید؟ مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه حکایت میکنند مردم مسلمان، حاجی جمعه شما باید بگید، گواهی بدید. میگم روز جمعه میرفت عیادت. حالا ما عیادت نمیریم. الله 7 سال گذشته تعدادی طلبه رفتن به نمایندگی از استادها، بیماران خیلی خوش شدن. اساتید بریم اینا را ملاقات کنیم. بعضی خون نیاز دارند، بعضی نیاز به پول نیاز دارند، بعضی کمک نیاز دارند، بعضی از شهرستانند کسی را ندارند. اسلام کامل اینه که به هر چیز برسیم، همسایه مریض بهش برسیم. بالاخره رسول الله رفتند و او را دیدن مریض بود. حضرت او را گفتند، دیدن در آخرین لحظات زندگیش احتضار. فرمود آیا گواهی میدی که من خداوند بر حق شریک ندارد و من رسولش هستم؟
او نگاهی به پدرش کرد، پدرش دید که اجازه میخواهد، گفت اطیع ابوالقاسم. ابوالقاسم لقب رسول الله، فرمود اطاعت کن هرچی ابوالقاسم میگوید. و او کلمه خوند، رسول الله تکبیر گفت، فرمود الحمدلله ما آمدیم این نجات یافت. چی بود؟ اخلاق پیغمبر بود، عطوفت پیغمبر بود، مردم شناسی پیغمبر خدا بود، انسان دوستی پیغمبر خدا، نوع دوستی پیغمبر خدا بود. اما پنجم اخلاق عزیزان گرامی. هر یکی از این موضوعات موضوع یک منبر است و بیشتر از اون. اخلاق اینه، اسلام کامل با اخلاق تکمیل میشه. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من برای این مبعوث شدم که من خوبی های اخلاق را به تکمیل برسانم. اخلاق چیه؟ خلاصه یک دو مورد عرض میکنم. تکبر نباشه، حسادت نباشه در زندگی یک مسلمان دلش به دیگران پاک باشه. یه واقعه عرض میکنم، شخصی رسول الله داشت میآمد، پیغمبر خدا فرمود این اهل بهشته، این اهل بهشته در میاد. بعد رفت دیگری دنبال شد که از صحابه و رفت، گوش کنی قصه را، رفت با او و گفت که من یه مشکلی پیش آمده، من نمیتونم خونه خودم برم، میخوام چند روزی مهمانت باشم. گفت بفرمایید. و اون شخص صحابی، اونم صحابی پیغمبر بود، بالاخره یک روز دو روز سه روز دید که نه تهجد زیاد اضافی میخونه، نه اشراق زیادی میخونه، ولی یک مسلمان عادی معلوم میشه. گفت فلانی، من واقعیت اینه که مشکل خاصی نبود اونجوری، ولی میخواستم تو را امتحان بگیرم، جریان چیه که پیغمبر گفت تو اهل بهشتی؟ گفت میدونی چیه؟ وقتی من میخوابم قبل از خواب من دلم را نسبت به همه پاک میکنم، همه را میبخشم، تکبر را دور میکنم، حسادت را، کینه را، بغض را، دلم را پاک میکنم، همه را معاف میکنم، من اصلا از هیچ کسی هیچ مطالبه ای ندارم. گفت ها پس اینه که پیغمبر فرمود. عزیزان این چه مسلمانیه؟ دلش پر از کینه، پر از بغض، پر از تکبر. این اسلام ناقصه. به هر حال خلاصه چی شد؟ مسلمان کامل بشیم. اسلام کامل زیبایی داره. اگر غیر مسلمان هم امروز در اسلام داخل نمیشه، در اسلام ما جمال نمیبینه. ما اسلاممون بخشی از خدا گرفتیم، بخشی را از هوای نفس، بخشی را از ماحول و محیط، بخشی را با دیکته شیطان، بخشی را با رواج خاندان، الا رواج غلط و درست باشه. اینجوری نمیشه. اسلام یعنی کاملا تابع دستور الله بشیم و پیرو سنت رسول الله بشیم و با نفس و شیطان مبارزه کنیم. این اسلام سروران عزیز نصرت الهی را جلب می کند، عزت را برای ما ارمغان می آورد، راحت نصیب ما می گرداند، برکات آسمانی و زمینی ریزش می کنند و نجات ما در آخرت انشاءالله می شود. و این اسلامیت با خوف خدا. اما نسخه هایش چیه؟ چند نسخه. یک نسخه اولینه در جلسات کاملا شرکت کنیم، مثل جمعه ما هم ناقصه، گوش کردن سخنرانی هم ناقصه. بخشی را شما گوش کردید، بخشی نمیدونی ما اول چه گفتیم. آقای مولوی عثمانی چه گفت؟ ماشاءالله مطالعه کرده بود، با حواله و مدرک سخن میگفت ماشاءالله، ولی شما نشنیدید. جمعه شما ناقص شد؟ نشد. جمعه هم ناقص متاسفانه. دو، مطالعات دینی منظمی داشته باشیم با مشورت اهل فن. سه، با هم بشینیم مذاکره کنیم. من یه قصه بگم. یه روز مربی ما حضرت مفتی رشید احمد صاحب شاگردانش جمع کرد. سیلابی در پنجاب آمده بود، فرمود اونا هم فکر میکنه گناه کردن دوچار سیلاب شدن، بیایید ببینید در اعمال ما چه نقصی است. یه طلبی گفت در اعمال ما این نقص است، یکی گفت در ما این نقص است. همینجور بنشینیم، گاهی اساتید دانشگاه با هم بنشینن، دانشجویان با هم، علما با هم، مدرسین با هم، کسبه هم، در کار ما چه نقصی است از نظر اسلام. چهار، خود را محاسبه بکنیم. هر شب میخوابیم بپرسیم که چطوره اگر مرگ آمد آیا من با اسلام کامل میرم. پنج، اینه که خوب دعا و تضرع کنیم که ای خدایا مرا مسلمان واقعی بگردان، مرا مسلمان واقعی بمیران، مسلمانی باشم که نمره من در بارگاه تو 20 باشه. یا الله نقصهای مرا دور کن، کمبودهای مرا برطرف گردان. اینجوری تضرع کنیم، از الله بخواهیم و اراده کنیم، عزم کنیم که انشاءالله ما در هر جبهه‌ای هستیم، در دانشگاهیم، در بازاریم، در حوزه‌ایم، در خانه‌ایم، در سفریم، در حضریم،
با هر کسی همسایه مسلمان واقعی و کامل خواهیم بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.